یک لطیفه نقل میکنیم به خاطر خوشنودی برادران غریبمون. یک برادر تاجیک دیگرمون نقل کرد که چندین سال پیش از سالایی که تاجیکا کمتر میومدن به روسیه، میگه یک گروه تاجیکا کار میکردن در شهر مسکو در یک ساختمان. برگادیرمون میگه تاجیک بود. خیلی بین چند ماه گذشت میگه کار کرده ایستادیم. بعد یک وقت برگادیرمون تاجیکستان راه کشید میگه وطن. انا که باید که جو بگناه نشوه گفته دودارش آوردنی شد برای برگادیر شدن در جای خودش که خودش تاجیکستان بروه. ای همروز تو اومدن دودارش میگه فقط تعریف که دوداری ما بهترین استوای همه کاری ساختمانم میفهمه. فقط همین تعریف میکرد. میگه خیلی روز اومد میگه دودارش. بعد ای کار برو اومده میگه هم برگادیرمون ماشین داشت، در ماشین هم شیشته میگه و رفتیم به سر مهمونه. خیلی مهمونه میگه قبول کردیم، در ماشین شیشتیم. رد اومده سبده میگه که صحبت کرده سبده ای پیش میگه چند دومی زیبا بر اومد، دومو با قوت زمانوی بهترین. با میگه برگادیرمون گفته که این دومویی که میبینین همش دوموی با قوت زورای، همش ایمانالیتای. بعد دودارش یک میگه یک وقت تعریف کرد که استوی بهترین همه مسئله همه کار ساختمان هم میفهمه. میگه طرف اکاش طرف برگادیر گاش گفته که اکای منالیچ کامله تا Takas Parslelo.